سلام، چطورید؟ خیلی خوش اومدی به این ویدیو خفن دیگه از چنل میسر این بفاقه باشه. لایک کامنت رو بشارم خیلی لینکش رو بیکاس حتما جوین بده. فکر کنم خیلی هاتون متوجه نشدید چه آموزشی یا خیلی ها کاور ویدیو فهمید میدونم. خیلی خوب، ما قراره لباس چرمی رو رنگ الان بایستا که چند تا ما اینجا رنگ داریم. خب برای اینکه رنگی بشه اول میارید اسمش کال نمیدونم چیه. خیلی خوب، یه دونه مشکی، یه دونه. خب اول خب این از نوریزی خیلی بود. خیلی بود بینست. خب نپوش اینا رو. خب بعدی قرمز. نمیشه چی شد. خوشگله. بعد در اون که تیمو رو مشخص کنی یه خیلی خوبه. بعدی ما هر رنگ شما خواستید میکنید. حالا من این رنگ رو تستی میزنم ببینم میشه یکیش. خیلی خوب. بعد چون مشکی تو از کدوش از الان ببینی انگار کت شلوار تنمه. خیلی مشکیش اگر کلاه نداشته باشه به کت و شلوار میشه. آقا اینم از این مشکیش همه نظر رو خوشگل تر شد. خب الان ما دوتا دیگه بیشتر نداریم. بازی ویدیو 3 دقیقه از بیشتر دارد؟ نه 2 دقیقه. خب الان 2 تا رنگ بیشتر نداریم. بچه برای اینکه واسه جاوا هم بدونی چیکار باید کرد، حالا من یه دایی باید میدارم. بعد داخل کرافتین تیبل داخل اونجا جاوا میدم داخل بدروش نیست. اینو میذارید بعد اینم میذارید. حالا چون ماینکرافت بدروشه واسه من نمیشه. اگه جاوا بازی میکنید اینجوریه. اینم گفتم بهتون میگه نمیدید. خیلی خوب. حالا توسی نمیخوایم بپوشه میخوایم بپوشه. بابا چون اینم بهتون بگه نباید بندازید داخل، باید روش کلیک کنید. الان میبینم اوزی اینم پوشه بوش مثل این دایه رو بندازم اون برید مثل. خب و آخریشم سفید آرمور شبیه دایموندی میشه. الان چشمش رو ببینید آیرونی انگار. بعد اینو ببینید آیرونی. خب اینه 5 تا 3 من تو پیجم همیشه چیزایی آموزشی رو خفن میذارم. خب آقا دمتون گرم. بیسکیت آخرین ویدیو رو تماشا کردید. حتما لایک کنید و دنبال کنید. تو لینک شاید روبیکا هست جوین بدید و بچه خدافظ.